ای خداوند، دوستت داریم و با تمامی جان و روح و روان خود تو را که قادر مطلق هستی می پرستیم و پرستش و عبادتت می کنیم. ای قادر مطلق و ای خدای عادل، بر ما گنهکاران و دردمندان، بر ما عاجزان و ناتوانان ترحم فرما و گناهان ما را نه به خاطر شایستگی خود بلکه به لیاقت و فداکاری منجی بشریت عیسی مسیح زنده ببخش و ما را پاک کن و به ما روح القدست را عطا کن تا با نیروی آسمانی تو از اسارت هوس‌های جسم و خواهش‌های چشم و غرور زندگانی آزاد شده و در آزادی که تو عطا می‌کنی خود را تسلیم اراده تو سازیم. از آنجا که تو ای قدوس یکتا پدر مهربان و رئوف و حامی ما هستی، ازت تمنا می‌کنیم که در این ساعت دست پرقدرت خود را بر مریضان ما بگذار و آنان را شفا عطا کن. حضورت را ای خدا بر یتیمان و ناامیدان و شکست دلان و ماتم زدگان آشکار ساز تا بدانند که تو همراهشان هستی. تو را شکر می‌کنیم ای قدوس یکتا که دعای ما را میشنوی اگر مطابق اراده تو باشد و آن وقت جواب را میدهی. این دعا را به نام عیسی مسیح مقدس و به شایستگی او از درگاهت میطلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، عاشقان خدا و محبوبان، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در عنایات پدر آسمانی و خالق یکتا روز خود را در نور مسیحا به سر آورده و در راه راستی که او بر ما آشکار ساخته است قدم بردارید تا در این عالم روز به روز در سیرت خالق یکتا روزهای خود را به سر آورده و در صفات خداوندی رشد و نمو کنید. خدا را شکر می کنم که این افتخار را به من داده است تا آیات آسمانی را براتون بخونم و در مورد معنی آیات توضیحاتی جهت درک بیشتر کلام خدا تقدیم حضورتون کنم. به راستی که من در خود هیچ لیاقتی نمی بینم که خواننده آیات و گوینده معنی آن باشم. این لطف خداست که نصیب من شده و دعا می کنم که در امانتداری صادق و درستکار و امین باشم. خوشحال میشم که از شما نامه دریافت کنم و از الطاف و رحمت خدا در زندگی شما آگاه بشم و یا اگر معجزه‌ای یا لطف خدا را در زندگی خود میبینید و میخواهید با دیگران اونو در میان بگذارید، ما شما رو تشویق میکنیم که حتما برای ما بنویسید تا بتوانیم در شادی شما نیز شریک شده و خدا را شکر بگوییم. ازتون دعوت میکنم که اگر کلام مقدس انجیل رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت پولس رسول به رومیان که ششمین قسمت از انجیل مقدس است بگشایید تا از فصل 9 دنباله آیات عمیق‌ترین رساله در عالم بشریت را مطالعه نموده و از کلام خدا کسب فیض کرده در عنایات و فیض و لطف او شریک و سهیم شویم. اگر به تقسیم بندی این رساله که در ابتدای قرائت آن خدمتتون عرض کردم توجه کرده باشید، متوجه خواهید شد که ما قسمت اول یعنی 8 فصل اول را به پایان رسانیده و حالا به قسمت دوم یعنی فصل 9 رسیدیم که تا فصل 12 یک موضوع اصلی رو در بر گرفته. این 3 فصل بسیار بسیار مهم هستند، یعنی فصل 9 و 10 و 11 و اگرچه برخلاف 8 فصل اول درباره عقاید و فلسفه دین در مسیحیت سخن نمی‌راند، اما درباره پیشگویی‌هایی صحبت می‌کنه که انبیاء سابق فرمودند
و یا وعده هایی که خداوند قبلا آن را اعلام کرده و حالا در عیسی مسیح این وعده ها عملی شده است. و همچنین نشان می‌دهد که قوم بنی اسرائیل چرا محبوب خدا و برگزیده او شدند و اینکه خدا هنوز نقشه نهایی خود را درباره این قوم به اتمام نرسانیده، چون اگرچه آنان قوم محبوب خدا شدند ولی بارها و بارها بر علیه خدا قیام کردند و در واقع آن محبوبیت و آن لطفی که خداوند نسبت به آنان داشت رو زیر پا گذاشتند و در نتیجه خداوند افراد دیگر را، ملت‌های دیگر را نیز وارد ملکوت خود می‌کنه و آنها را نیز برگزیدگان خود یا قوم واقعی خود محسوب می‌دارد. همچنین می‌توان گفت 8 فصل اول این رساله درباره اساس و بنیاد و یا اعتقادات مسیحیت سخن گفته و حالا در قسمت دوم درباره وعظ و احکام دینی و همچنین سپس ملاحظه می‌کنیم که از فصل 12 الی 16 درباره وظایف مسیحیان صحبت می‌نماید. 8 فصل اول تأکید آن روی ایمان و نقش آن در رهایی بشر از گناه میباشه و حالا قسمت دوم یعنی فصل‌های 9 و 10 و 11 درباره امید صحبت میکنه و از فصل 12 الی 16 درباره محبت. طریق دیگری نیز میتوان البته این رساله را تقسیم کرد که میشه 8 فصل اول رو بگیم درباره نجات صحبت کرده و فصل 9 الی 12 درباره جدایی یا برگزینش صحبت میکنه و فصل 12 الی 16 درباره خدمت و وظیفه شرعی سخن میراند. همونطور که دیدیم پولس رسول از 8 فصل اول این رساله نتیجه میگیرد که همه انسانها از هر نژاد و زبان و طایفه نسبت به اوامر خدا کوتاه آمدند و گناه کرده و محکوم به فنا میباشند، زیرا عدل الهی ایجاب میکند که در برابر گناه بشر، در برابر یاغیگری انسان، از خدا پروردگار مهربان بشر را محکوم به مرگ و فنا کند و عدل خود را اجرا نماید. فراموش نکنید که گفتیم پولس رسول موقعیت و وضع انسان را از دیدگاه خدا برای ما بازگو می کند و نه از دیدگاه انسانی. ولی خدا از روی فیض بیپایانش نجات و رهایی را برای همه انسانها مهیا نموده است و این راه نجات بر اساس ایمان به عیسی مسیح خداوند میسر است. عیسی مسیح که به خاطر کفاره گناهان ما جان خود را داد و بدین وسیله تاوان گناهان ما را پرداخت. حضرت پولس در فصل‌هایی که اکنون در مقابل ماست از طریق روانشناسی و وقایع تاریخی و فلسفه اعتقادی در این قسمت از رساله استفاده می‌کند تا هدف نهایی خود را برای خوانندگانش و برای من و شما به اثبات برسونه. مقصود از طریق روانشناسی اینه که او از تجربیات شخصی خود برای بیان آنچه که در قلب و فکر خود دارد استفاده می‌کند و چه بسا به وسیله آیات فصل 9 به آنچه که در درون قلب پولس رسول پی میبریم و میتونیم شخصیت او را بیش از بیش بهتر بشناسیم. و مقصودمون از وقایع تاریخی اینه که او ما را به آنچه که خدا در گذشته انجام داده، چیزهایی که در گذشته به وقوع پیوسته میبره و در این سفر معنوی میخواهد به ما نشون بده که چگونه آنچه که خدا در گذشته انجام داده و یا وعده آن را عطا کرده است حالا در عیسی مسیح به صورت کامل به انجام میرسد. و مقصودمون از نظر فلسفه اعتقادی که پولس استفاده میکنه اینه که او میخواهد ثابت کند که قوم بنی اسرائیل لیاقت هیچ چیزی رو نداشته و ندارن و آنچه که خدا به آنها عطا کرده و وعده داده تماما بر اساس رحمت بی پایان و کرم و سخاوت او بوده است و آنچه که در نظر خدا و برای خدا مهم است نه ملیت، نه نژاد، نه زبان، نه حکمت، نه ثروت، نه رنگ پوست، هیچ چیز از اینها در نظر خدا مهم نیست، بلکه فقط و فقط برای خدا یک چیز مهمه و خدا یک چیز از ما انتظار دارد و آن ایمان ماست و قلبی پاک و بی‌ریا. خدا به دل ما می‌نگرد، خدا به ایمان ما می‌نگرد، چون اگر ایمان درستی داشته باشیم تسلیم محض او هستیم. چه بسا بعضی از مفسرین ایمان را به معنی تسلیم محض تعبیر کردند و در نتیجه دوستان عزیز کسی که ایمان به خدا داره
کسی که تسلیم خدا هست اطاعت از اوامر او را جزئی از ذات خود می‌گرداند. کسی که تسلیم خداوند است اطاعت از اوامر خدا را جزئی از ذات خودش می‌کند. آنچه که خدا از ما می‌خواهد ایمان ماست، تسلیم شدن به او، اعتماد کردن به او. حالا که توجه خود را به این فصل نهم یا قسمت دوم از رساله حضرت پولس رسول به رومیان مبذول می‌کنیم، دعایم اینه که همه ما به این حقیقت مهم پی ببریم که اساس رسیدن به خدا ایمان ما می باشد و نه رسومات مذهبی و نه اعتقادات دینی، بلکه ایمان به خدا یکتا، ایمان به کاری که خدا در عیسی مسیح برای من شما انجام داده است. پولس ابتدا به آنچه که خدا در گذشته انجام داده است آن هم برای اسرائیلی‌ها اشاره می‌کنه. چرا؟ چون یهودیان نمی‌توانستند بپذیرند که خدا همانقدر که آنها را دوست داره سایر امت‌ها را نیز دوست می‌دارد. حالا پولس رسول با اینکه خودش یک یهودی نژاد بود و تا چندی پیش، یعنی تا قبل از اینکه مسیحی بشه، حتی مردم غیر یهود را آدم حساب نمی‌کرد، ولی الان با روح خدا ثابت می‌کند که دیگر امت‌ها نیز نه فقط مورد لطف خدایند، بلکه حتی آنانی که ایمان آوردند از یهودیان که هنوز ایمان به مسیح نیاوردند برتر و بالاتر هستند. به 5 آیه اول توجه فرمایید. فصل 9 از رساله حضرت پولس رسول به رومیان. حضرت پولس میگوید: در مسیح راست میگویم و دروغ نه، و ضمیر من در روح القدس مرا شاهد است که مرا غمی عظیم و در دلم وجع دائمی است، زیرا راضی هم می بودم که خودم از مسیح محروم شوم در راه برادرانم که بر حسب جسم خیشان منند، که ایشان اسرائیلند و پسرخواندگی و جلال و عهدها و امانت شریعت و عبادت و وعده ها از آن ایشان است که پدران از آن ایشانند و از ایشان مسیح به حسب جسم شد که فوق از همه است. خدای متبارک باد تا ابدالآباد. آمین. دوستان عزیز، در این 5 آیه حضرت پولس نه فقط عمق محبت و اشتیاق روحانی عظیمی که برای هموطنان خود دارد را آشکار میکنه و آنچه در قلبش هست رو بیان میکنه، بلکه به عطایا و عنایات و همچنین برتری های قوم یهود را که خدا به آنها داده اشاره میفرماید و برای ما بازگو میکنه. در آیه اول او توجه خود را به یهودیان میکند و میگوید که ای هموطنانم، ای اسرائیلی ها یا ای برادران یهودی من، چقدر مشتاقم که شما نیز به عیسی مسیح ایمان بیاورید، این حقیقت خدا را بپذیرید. دلم به خاطر شما خون شده و روز شب به خاطر شما غم دارم میخورم، چون مسیح زنده شاهده و روح القدس الهی میدونه که وقتی میگویم حتی حاضرم به خاطر اینکه شما نجات پیدا کنید خودم را از نجات محروم کنم، دروغ نمیگویم. در این آیات عشق و علاقه وافر پولس رسول به نجات، آن هم نجات هموطنانش آشکار میشه. او میخواهد به یهودیان بگه که برخلاف عقیده آنها او نه فقط دشمنشون نیست و نه فقط به تورات مقدس ایمان کامل داره، بلکه خدا هم میدانه که اگر حتی میسر بود حاضر است جانش را به خاطر اینکه آنها نیز صاحب همان بصیرت روحانی که عیسی مسیح به او عطا کرده است بشوند فدا کند. زیرا پولس به خاطر می آورد که خودش زمانی همانند بقیه ملایان دینی فکر میکرد که مسیحیت اشتباهه، به ضد مسیحیت بود، ولی روزی رسید که نور خدا بر او تابید، عیسی مسیح به او ظاهر شد، دنیا و زندگی او را عوض کرد و حالا او قادر بود با این بصیرت روحانی به خوبی نقشه خدا را که در تورات مقدس آشکار شده و در عیسی مسیح عملی گردیده است را ببیند. او صاحب بصیرت روحانی شده بود، اما میدانست که دیگر یارانش از آن محروم هستند. او از محبت مسیح، از نور مسیح پر شده بود، به طور که از روی محبت برای یاران یهودی زجر میکشید، چون تعجب میکرد که چرا یهودیان حاضر به پذیرفتن محبت خدا در عیسی مسیح نیستند، چرا آنها متوجه این همه عنایات آسمانی نشدند. در آیه 4 میگوید خدا به شما این همه بخشش عطا کرده ولی شما باز هم به خدا گوش نمیدید. پس آنها را نکوهش میکنه، ولی از روی محبت، که چرا در برابر این همه الطاف خدا
بی‌وفا و قدرشناس هستند. سپس به الطاف خدا که مختص قوم یهود بوده اشاره میکنه، میگه که ببینید خدا شما را به عنوان قوم مخصوص و برگزیده خود انتخاب کرد. او با ابر نورانی و جلال آسمانیش شما را 40 سال در بیابان سینا راهنمایی و هدایت نمود و وعده داد که شما را برکت بده و در طول تاریخ بارها و بارها به عهد خود وفا کرد و شما را برکت داده. خدا به ما یهودیان قانون و شریعت آسمانی عطا کرد در حالی که به هیچ ملت دیگری نداده بود و به این خاطر به شما داده بود تا شما بدانید که خدا یکتا از شما چه انتظاراتی داره. حتی خدا به شما اجازه داد تا او را پرستش کنید و وعده های آسمانی به شما عطا کرده. پولس میگه ای یهودیان، اجداد شما مردان بزرگ خدا بودند و خود مسیح نیست که حالا بر همه چیز سلطنت میکنه از لحاظ طبیعت بشری از شما بود، یعنی نژاداً یک یهودی بود. پولس از آن جهت به این نعمات آسمانی که خدا به یهود داده بود به آن اشاره میکنه تا به آنها نشان بدهد که در نظر خدا عزیز و قوم خاص محسوب میشوند، اما در عین حال به بی‌وفایی و شرارتشون، به قطع نشناسیشون، به بی‌توجهیشون به کلام خدا و اراده خدا اشاره کرده و یهودیان را به خاطر سوء استفاده از محبت خدا به باد انتقاد میگیرد. و دوستان عزیز، اگر توجه کرده باشید، حضرت پولس عبادت کردن خدا را نیز در حقیقت یک نوع رحمت و فیض خدا نسبت به بندگانش می‌داند. به عبارت دیگر می‌فرماید که عبادت کردن خدا افتخاری است که خدا به بنده‌اش داده. 7 برتری یهودیان در این آیات را ذکر می‌کنه و باید بگویم که دوستان عزیز، هیچ قومی در عالم بشریت به اندازه قوم یهود اینقدر مورد لطف خدا واقع نشده بودند. حالا ممکن است در فکر خواننده این رساله این سوال پیش بیاد که اگر خدا این همه لطف را به یهودیان داشته، پس چطور ممکنه که نجاتی که عیسی مسیح آورده است شامل حال غیر یهودیان بشه؟ پولس از آیه 6 میخواد به این سوال پاسخ بدهد. اولا او میخواد نشون بده که قوم خاص خدا همان اسرائیلی ها هستند، اما نباید در قضاوت در دربار کار الهی، قضاوت درباره کارهای خدا ما شتابکاری به خرج بدهیم و اینکه خدا برای سایر امتها نیز هدف خاصی داشته و دارد و اراده خدا برای همه انسانها مافوق اراده و عقل بشری است. به طوری که از آیه 6 الی 13 اینطور می‌فرماید: ولکن چنین نیست که کلام خدا ساقط شده باشد، زیرا همه که از اسرائیل هستند اسرائیلی نیستند و نه نسل ابراهیم تماما فرزند برگزیده خدا هستند، بلکه نسل تو در اسحاق خوانده خواهند شد. یعنی فرزندان جسم فرزندان خدا نیستند، بلکه فرزندان وعده از نسل محسوب می شوند، زیرا کلام وعده این است که موافق چنین وقت خواهم آمد و ساره را پسری خواهد داد و نه این فقط بلکه رفقه نیز، چون از یک شخص یعنی از پدر ما اسحاق حامله شد. زیرا هنگامی که هنوز تولد نیافته بودند و عملی نیک یا بد نکرده بودند تا اراده خدا بر حسب اختیار ثابت شود، نه از اعمال بلکه از دعوت کننده، زیرا خدا فرمود که بزرگتر کوچکتر را بندگی خواهد کرد. حضرت پولس در این آیات درباره شناسایی قوم بنی اسرائیل سخن می‌راند و یا درباره برگزینش انسانها به عنوان قوم خاص خدا صحبت می‌کنه. در آیه 6 موضوع عجیبی رو بازگو می‌کنه و آن اینکه که یک یهودی واقعی از نظر خدا کسی است که از خدا اطاعت می‌کنه. می‌فرماید یهودی بودند بر این قرار نگرفته که مثلا چون پدر و یا مادر و یا پدر و مادر هر دو یهودی هستند بنابراین فرزندشون نیز یهودی می باشد. برعکس میگه خدا هیچ وقت به وعده های خود نسبت به یهودیان کوتاهی نکرده. اگر شما از وعده خدا محروم شده اید، این دلیل آن نیست که خدا نسبت به وعده هایش بی وفا بوده، چون وعده های خدا برای یهودی های حقیقی بوده و تنها این واقعیت که آنها از نسل ابراهیم هستند آنها را فرزندان حقیقی ابراهیم نمی کند. بعد اینطور دلیل میاره که ابراهیم فرزندان بسیاری داشت، ولی فقط اسحاق و نسل او صاحب
وعده ها گردیدند و اگرچه همه فرزندان ابراهیم برکت یافتند از خدا، ولی وعده نجات به نسل اسحاق داده شد. در آیه 9 به برگزینش اسحاق و سپس یعقوب که نجات دهنده باید از این دو نسل باشه اشاره میکنه و نشان میدهد که برگزینش یعقوب و نه برادرش عیسی برای نسل نجات دهنده بشر هیچ ربطی به مقام و کار و نژاد و شخصیت اونها نداشته است، بلکه اراده خداوند این بود و مطابق خواست او بود که این امر انجام گرفته. پولس میگوید اگر به خاطر داشته باشید اسحاق فرزند ابراهیم صاحب زنی به اسم ربکا یا رفقه بود. وقتی او حامل میشه خدا به اسحاق اعلام میکند که همسرش دوقلو خواهد زایید و حتی قبل از اینکه تولد بشن، حتی قبل از اینکه پا به این دنیا بگذرانند، خدا به اسحاق میگه که ای اسحاق، بچه اولی که به دنیا میآید و به اصطلاح بچه ارشدت خدمتگزار پسر کوچکت خواهد بود و از نسل پسر دوم است که نجات دهنده به دنیا خواهد آمد. حالا چرا خدا این کار را میکنه؟ آیا پسر کوچک اعمال بهتری کرده بود؟ آیا پسر کوچک شریفتر و مؤدبتر بود؟ خیر، هیچ یک از اینها نبود، چون هنوز هیچ کدومشون تولد نیافته بودن، بلکه خدا اراده میکنه، مطابق میل خودش عمل میکنه. و دوستان عزیز، خدا در تورات میفرماید که من اراده کردم یعقوب را برکت بدهم و نه عیسی، یعنی پسر کوچک اسحاق را برکت بده و نه عیسی. و خدا این را حتی قبل از آن که آنها خوبی یا بدی کرده باشند گفته بود. حالا پولس رسول این یک واقعه تاریخی رو یادآور میشه تا به شنوندگان خود بفهمونه که خدا امروز نیز همان کاری میکنه که از اول اراده فرموده بوده و میفرماید انتخاب پسر کوچک یعنی یعقوب به خاطر آنچه که او یا عیسی کرده بود یا نکرده بود نبوده، بلکه به این خاطر بود که خدا اراده فرموده بود که اینطور بشه. خواست خدا اینطور بوده. بنابراین یهودیان نباید در خودشون جای افتخار و مباهات ببینن. نباید هیچ انسانی تصور کند که مثلا چون از نسل یا طایفه و یا از قوم فلانی است و یا از نژاد خانواده و پیامبر می باشه، بنابراین بر سایر قوم ها نزد خدا برتری و ارجحیت دارد. خیر، حضرت پولس به خوبی ثابت می کند که تفاوت بین برگزیده و غیر برگزیده است. تفاوت بین کسی که خدا او را برگزیده و کسی که برنگزیدش بسیاره. عیسی نیز پسر اسحاق بود، پدر بزرگش ابراهیم بود، ولی خدا او را بر نمیگزینه تا نجات دهنده جهان از نسل او باشه، بلکه یعقوب را انتخاب میکنه. اسماعیل نیز پسر ابراهیم بود، خدا او را هم برکت بسیاری داد، ولی او را بر نگزید تا نجات دهنده و منجی جهان باشه و یا از نسل او نجات دهنده جهان بیاید. برعکس، اسحاق را برگزید و اسماعیل را در صحرای عرب آواره گردانید. چرا؟ خدا خواسته است و کسی نمیتونه از خدا ایراد بگیره، زیرا او به قول معروف عقل کله و واقف بر همه چیز است. و واقعیت اینه که من و شما هرگز نمیتونیم نه عیبی از خدا ببینیم و نه اینکه به خدا پند و اندرز بدهیم. او عقل کل است. او میداند که بهترین چیست و مطابق اراده خود انجام میدهد. دوستان عزیز، کلام خدا میفرماید از وقتی که خدا عیسی مسیح را به این جهان فرستاد و او راه نجات را به وسیله فدا کردن جانش بر روی صلیب مهیا نمود و خدا او را از مردگان برخیزانید، اراده فرمود خدا که طریق نجات را نه فقط مختص به قوم یهود بلکه به همه مردم عالم بنماید و بدین وسیله عموم خلق را برای ورود به ملکوت سماویش خوانده و می‌فرماید هر کسی از هر نژاد و زبان و طایفه و مذهب و از هر طبقه اجتماعی اگر به گناهان خودشون اعتراف کرده و توبه کنند و به عیسی مسیح ایمان بیاورند و در طریق او زیست نمایند و نسبت به او تا به آخر وفادار باشند، خدا نه فقط گناهان آنان را میبخشه بلکه به آنها حیات جاودانی عطا میکنه، آنها را خلقتی نو میکنه، خلقتی که تمایلات و خواسته های ما، تمایلات روحانی و آرزوی باطنی ما همان اراده خدا خواهد بود و در حقیقت از آن لحظه به بعد فقط و فقط طالب اراده او خواهیم بود.
و دوستان عزیز، اگر اینطور رفتار کنیم، یعنی در پی اراده خدا باشیم، اگر در اراده خدا زندگی کنیم، وعده‌های آسمانی که خداوند عطا کرده است نصیب ما نیز می شود و در نتیجه ما فرزندان واقعی خدا محسوب می شویم. ما قوم خاص خدا محسوب می شویم، زیرا قوم خاص خدا کسانی هستند که کلام خدا را می شنوند و به آن ایمان می آورند و مطیعان می شوند، نه الزاماً فقط کسانی که از نسل ابراهیم به دنیا آمدند. و این بسیار بسیار مهمه. البته بحثی بسیار داغ که با کمک خداوند در برنامه‌های آینده نیز در این مورد بیشتر با شما صحبت می‌کنیم. ولی دوستان عزیز، کلام خدا میگوید کسی که از کلام خدا پیروی می‌کند فرزند خدا محسوب میشه. کسی که سیرت خدا را در زندگی آشکار می‌کنه به خدا تعلق داره، یعنی قوم خداست، برگزیده خداست و شما نیز می‌توانید امروز برگزیده او باشید. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.